که خیلی عدک هستن، امر معروف و نهی از منکر بکنن. یا که بسیار از برادران هستن بعضی از کارهایی که میکنن دچار گناه میشوند، مثل سیگار و ناس و دیگر کاراشون، اونا روح شکسته میشن، ناامید میشوند. بهانه میتراشن که ما مقصد گناه میکنیم، نمیتونن هم معروف بکنیم. درست است، اصل باید انسان خودش پایبند دین مبین اسلام باشد. صفت یک داعی یا دعوتگر باید با جان دین و گفته الله و رسول عمل بکند. اما این وظیفه عظیمه پیغمبر دلسوزی ما شما، پیغمبر مهربانی ما شما برای تمام ما شما دادن، فرمودن در حدیث صحیح بخاری که بلغوا عنی ولو آیه، شما ای امت من برسونید از من برای مردم اگرچه یک آیه هم باشد. اگرچه یک آیه هم باشد، همه مسلمان وظیفه دارند که باید دین خدا را منتشر بکنند. این امر معروف و نهی از منکر خاصه عالمان اسلام یا قاری‌ها و اماما یا دانشمندان نیستند، بلکه تمام وظیفه ما و شما هستند. چون رشد داری نداری باید وظیفه را باید مسئولیت سنگین را باید ادا بکنی. ای دوست بنابر همین وقتی که انسان همین سخن را میگوید که مقصد من دچار بعضی گناه هستم، اصلا این را بدونید گناه بسیار چیزی خطرناک است. گناه کمر انسان را میشکنه، گناه ویروس است، انسان را هلاک میکنه، انسان از خدا دور میکنه. مؤمن اون کسی ایمان در قلبش داره، گناهایی که صغیره که هستن همونها را مثل یک کوی کلان حساب میکنه. اون کوی که زیرش کنده شدگیه اینا میغلطه و خودش زیر همون گناه است میترسه، این فرار میکنه. اگر چی گناه هم صغیر هم باشه، اگر چی گناه هم کم هم باشه، ولی چی برسه به گناهی کلان عظیم. اما هدف مقصد من چی است؟ یعنی وظیفه ما شما، همه این ما شما است که باید دین خدا را منتشر بکنیم، امر معروف کنیم. چه اگر که امام هستی، چه که تخصیص هستی، چه عالم اسلامی هستی، چه معلم هستی، چه تاجر هستی، فرق نداره، باید وظیفه را برسونید. بلغوا عنی ولو آیه. اگر یک آیه هم بدونید، یک حدیث هم شنیدید، وظیفه دارید باید برسونید. من فکر نمیکنم که از ما کسانی هستن 50 60 70 سال زندگی کردن، من فکر نمیکنم یک حدیث نمیدونم، یک آیه نمیدونم. ان شاء الله هستن. انسان مهر و محبت دارن با دین مبین خدا، امید به الله و روز قیامت دارن. حتما میدونستگی چند آیت چند حدیث است. اگر از این علم ندارن این اسلامی، اما پیغمبر خدا فرمود برسونم یک حدیث یک آیت میدونم. مگو که من فلان دچار گناه هستم، گناه ترک. اما زمانی که انسان میگه که من دچار فلان گناه شدم نمیتونم فلان، میدونه شیطان چقدر خوشحال و خسته میشه. نباید بعضی از گناه ها روح ما را بگیرن تا ما شما دعوت تبلیغ نکنیم. اصل بازم تکرار میکنم با شما درست من بفهمه که انسان باید ترک گناه کنه. من گناه ها را دست کم نمیگیرم. گناه نابود کننده انسان است. ارتباط با الله کم میکنه، سست میکنه، دور میکنه، قطع میکنه. اما وظیفه سنگین باید با شما ادا بکنیم. اگه از مشایخ صحبت میکردن پیش میبردن صحبت میکردن دیگر رو جور میفتن بارک الله فیکم. زودتر وقت نکنم.
یک بخیریم از جاو زیب آرزی کنیم. یکی از مشایخان نقل میکردن که مقصد یک انسان پیش من آمد، مقصد انسان اگر که بعضی گناه اگر که انجام میتیم بتونه که کارهای خیلی خوب بسیار بتیم، اما باید انسان حتما توبه بکنه. شیخ صحبت میکرد، یک انسان از من آمد در حال نگهش کردن از بس که سیگار میکشید، سیگار کش بود وجود میکرد، لباش تاق شد، معلوم بود که خیلی مثلا اهلی دود هست، دودی هست. اما من تعجب کردم، پیش من سلام به خدیب صحبت کرد، سبحان چی می‌خواستش از من؟ گفت شیخ من شنیدم شما برای بینای مسجد پول جمع کردید. میگم سبحان الله، گفتم بله، چرا که ما شما می‌خوایم مسجد بینا مثلا بخریم، نیازمند به کمک هستیم. این بهترین مکان است، از مسجد بهتر دیگر نیست در روی زمین. چون که اینجا تعلیم تربیت و توحید و عبادت الله یکتا مهربان است و این کارخانه انسان درستگینی است، انسان درست میکنه. گفتم بله ما مثلا که میخواهیم مسجد بنا کنیم و از مشکلش آفتابیش اگر یک پاکت پول از پول میگه داد کما شیخ من این پول میگه از مادرم، از خواهرم، از بعضی دوستان جمع کردم. سبحان الله، انسان سیگارت ماست میکشه که دوست میکشه که بعضی کنه بکنم میتونه که خدمت کنه، میتونه دعوت بکنه، اما باید گناه از گناه دست بکشم. وقتی میگه رفت میگه دو پاکت رفت باز کردن دهانی پاکت روی کردن میگم پر از پاکت پر از پوله 5000 ریال سعودی میگه. سبحان الله، من همین شخص میگه خرج کردم در بینو و بینوی مسجد میگه مسجد بنا شد. امروز تمام کسانی که مسجد میان در این مسجد نماز میخونن، تلاوت قرآن میکنن، ذکر میکنن، تمام همه ثواب ثمره برای اون انسان سیگارکش، اهل دود یا که نوزکش یا که بعضی کار میکردن میرم. تو زمانی که مسجد درخواست اگر رفته و در دام شیطان میغلطید میگفت من سیگارکشم، نوزکشم، فلان کسم، ولی بعد توبه میکنم، ولی بعد خدمت دین اقدام بعد مسجد آباد میکنم، از این ثواب بزرگ عظیم محروم میمونیم. دیگری شیخ نقل میگه شب گذشت دیر وقت بود، میگه یک نفر اومد در اثر کم وقت دیر شده شب، میگه ترسیدم کیه چیه بریم بی وقتی برمادم. یک انسان یعنی که با ظاهر یک انسانی کسی دنبال شهواتش میروند، شهوت میگه از ظاهرا نگاهش میکردیم تعجب شدم، میگم سبحان الله، میگم خبر شدم، میگم پرسیدم، میگه جناب شیخ من دو نفر ماشین آوردم غیر مسلمان دعوت کردم، سبحان الله اسلام میخوام بیان، من میخوام شما شهادت براش تلقین کنید، شهادت رو بگیرید. سبحان الله، روح شکسته نشین، ناامید نشین، خودتون از ثواب و اجر بزرگ از این محروم نکنه با دست پای خدا. و اصلا اگر نگاه کنی تاریخ طرف هند، چین، کیتای، افریقا و یا میلیون انسان مسلمان اینو زندگی میکنن، کی باید دعوت کردن، اهل علم و علما دعوت تبلیغ نکنن. همین انسان این مسلمان عادی که تجارت میرفتن اون طرف میامد اون طرف دعوت تبلیغ کردن، دلشو سوختن برای غیر مسلمانان، اویسته قبول کردن اسلام. همه این روزا همه ثواب ثمره برای ما میدادن. یعنی این روزا ما شب واقعا اگر میگیم در اینجا در امریکا در ایران زندگی میکنیم چقدر رفیق داریم غیر مسلمان، دعوت هم دل نمیسازه. و کسانی که در زیر دست ما شما کار میکنن 1 سال 2 سال 3 سال 10 سال اصلا هر بار دعوت تبلیغ کردن نیستن که یعنی دین چیه؟
دست کم نگیریم. یک تاریخ را میگم از گذشته. اما محجن ثقلی رضی الله عنه که از مسلمان بود، در صدر اسلام در جنگ قدسیه یعنی اون جنگ است که اصحاب پیغمبر خدا در زمان خلیفت امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه شروع کردن جنگ نبرد با اهل فارس، با امپراتوری فارس. کسرا پاچاش بود، اما بزرگترین وزیرش، جنگجوش، گنرالش رستم بود. از طرف مسلمانان سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه که از اشاره مباشره است که در زندگیش پیغمبر خدا فرمود سعد فی الجنه. چقدر ما امروزه است برادران و اصحاب پیغمبر دور شده که امروزه، یعنی اعمالش و کردارشون قدر زیبا و خوب و درست بود. الله سبحانه و تعالی در زندگیشون در همین دنیا بودنشون سند و دیپلم بیشتر دادنشون، اما باز همین سست و امید نمیشدن، به اهمیت نمیشدن، بلکه زیادتر عبادت میکردن. ابوبکر الصدیق رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه، همش کسانی بودند در زندگیشون سند دیپلمی بیشتر گرفته بودند، اما باز هم میترسیدند. ابوبکر الصدیق رضی الله عنه میفرماید که اگر من یک پوند در بهشت باشد دیگرش در بیرون بهشت، باز هم میترسم الله سبحانه و تعالی امتحان کند. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه میفرماید عمر میفرمان روز قیامت اگر برای یک دسته جمعی گروه بگن که از همین دسته جمعی یک گروه جهنم میرن، فکر میکنم اما ما احوال امتی امروزه اگر ابوبکر عمر بدید چی فکر میکنم؟ اصلا با شما پیمانش و فکرشون نسبت با شما چی هست؟ چه خبر ترک نماز، چه خبر رک روزه، چه خبر ریبو، سنگیری، چه خبر حرام خوری، چه خبر نسبت هم دیگر فتنه کنی، جمع دعوا، بغض، مشینکی فن فکر حقا خیلی حرف خوردن. اصحاب پیغمبر خدا چی گمان میکرده نسبت با شما؟ ابو محجن اگه از مسلمان بود که باید یک گناه داشت، یعنی بیسون شراب بینوشد، بیشتر خراب بینوشد، معتاد شده بود، گریفتار شده بود، خچم نمیخواستم. هر دفعه که شراب بینوشید تنبیهش میکردن. اما اصحاب پیغمبر خدا سودش میبردن، میزدن، شلاقش میزدن، توضیحانش میزدن که دیگر نموشم. بعد از گذشتن بازم نمیتونست، بازم مینوشید، بازم میزدنش، تنبیهش میکردن، بازم میزدن، بازم مینوشید، تا اینکه رسید نبرد ارتش اسلام با ارتش جیش و لشکر آتش فرماجوزی امپراتوری فارس. لشکر مسلمان سعد بن ابی وقاص بود، از اون طرف رستم بود. پیش از اینکه درگیری شروع شد، جنگ شروع شد، رستم خواست که از دو طرف یک نفری روی کنن، صحبت کنن. در همین اثنا پیش از این موقع خود صحبت کردن، اما بعدن هم رفته بود با اسبش، با اسلحتاش رفته تا شرکت داشت. در همین اثنا شیطان هم واسواسش کرد
شروع کرد به فن فکر کردنش که روش سبحان الله. خلاصه در مقابل این شهوتش دیگر تسلیم شد، رفت یک جای پنهانی باز در همون معرکه نوش بود. وقتی که سعد رضی الله عنه فهمید آگاه شد از حالش، خیلی خشمگین شد که چه کار میکنید در نبرد مبارک، چی کار میکنی اینجا؟ گرفت بود محکمش کرد، دست پاشم بست، حبسش کرد، در خیمه رستش کرد، نمیدونم بمیشینیم. بعد جنگ شروع شد. اصحاب پیغمبر خدا با اهل آتش پرستان وقتی جنگ نبرد در اوج شروع شد، صدا بلند میشد، من میشنوید صدای شمشیرها که با هم میخورد، صدا میشد، آوازهای صداهای اسبایی که دوان دوان میکردن، تکبیر، صدای تکبیر الله اکبر میشنوید، دیگر بی‌طاقت میشید، دیگر نتونید هم میزد که گوی کنم برام شرکت کنم، دست پاش نمیتونید، هم حرکت کرد با تمام قدرتش نتونید، دیگر نشید، صدا داد که ای فلان کس همسر سعد رضی الله عنه شنوید که درون خیمه ابو محجن صدا میزنه، دو زیسه هست، چی میخواد؟ بگه چی میخوای چی؟ خیلی زارش که تیموس دست پایینه بگه که من روم شرکت در این جنگ، اگر الله سبحانه و تعالی جان من در مقابل دین و خدا نگیرد زیدم من بعدا قام میکنم که برمیگردم با جون شما از شوهرتون سعد بین ابوالعباس همون گفت نمیشه، تیموس چنان زورش کرد که همسرش دلش سوخت، رفت دست باش میکرد به تیموس کرد که هم اسب شوهرتم و من بزیدم من برم اسب سعد بین ابوالعباس دادش در اون زمان سعد بین ابوالعباس در زمان مجروح پشت جراحت داشت، نمیتونست در جنگ شرکت کنه، اما از دوری نگاه میکرد، معرکه را احوال را نگاه میکرد، کنترل میکرد که چی خیلی است، دعا میکرد، ذکر میکرد، از خدا طلب نصرت میکردم. از جوش محجن همچنان که شیر پرید بالای اسب، خودش مجهز با اون جنگای لباسای آهنی کردم، بس صورتش محکم کردم بود پتوشو که کسی نشناسد، پرید مابین لشکر مسلمان کفر، تا اونجا که رفت مابین کافرها چنان با تمام اوج قدرتش جنگ میکردی، اصلا مثل اینکه بازی کرد از با اسلحه با مردم کفار، یک تا و یک تا یکی از پیش هم دیگر از در پا میرفتند کفار، تا اونجا که از مابین این گروه کلام معلوم شد، جنگش مشخص شد، این خبر از تحت دل نبرد میکرد با جیش کفار که سعد بن ابوالوقاص رضی الله عنه از دوری نگاه کرد که سبحان الله یک نفر بسیار سخت جنگ کرد، معلوم است بعض اهمیت داد، گفت این ضربه های زدن ابو محجن است، ابو محجن دست خوش روز کرد، اما از دوی اسب من است، اسب من بهم کردم چه خیلی است، در فکر غلطه بود نگاه میکرد. بعد از اینکه با اتمام رسید جنگ، الله سبحانه و تعالی قبض روح شهادت نصیبش نکرد، برگشت با جوش سر جوش بسپرش و بس بیستون اسب. وقتی ابو سعد رضی الله عنه گشت دید اسب خبیدی عرق داد، چی گفت پایده بسیار هوشیار بودن، وقتی طلبید دیگر باجو کردن نتونستن، گفتن خلاصه همین خیلی که مقصد جرایان کار همین خیلی است. بعد رفتن ابو محجن فشان کردن و خطاب گرگان صحبت میکنم لکن انا مقصد نمیزنم بایم بیست که والله دیگر عظیمی برکنم شراب نمیشم، والله عظیم دیگر شراب نمیشم. یعنی انسان یک کاری گناهش نمیتونه انسان من کنه از خدمت دین خدا. شما میدونید این ابو محجن چقدر مشهور تا حتی شعر بودم، معنی شعرش همین است که معنی مفهوم شعرش همین که اگر من مردم
جسد من زیر یک درخت انگور دفن کنه تا من جسد من استخوان من از زمین ریشه آب انگور بچشد. من جسد من وقتی مردم در جای خشکی خاکی گور نکنه که من از آب انگور محروم بودم. یعنی اینقدر من مشغول با این، یعنی که گرفتار این کاری بعد زشت حرام شده بود. اما نهایتا این کار یعنی شیطان نتونست که راه ابو مهاجر بگیره اگر چه گناه بکرد از خدمت دین خدا. بنابراین بعضی از ما هستن یعنی روح شکسته نشوند، بربگردن به سوی الله سبحانه و تعالی و اون بعضی کارهای میکنن راهشون نگیرن تا خدمت بگذارن، بلکه خدمت کنن. انشاءالله همین کارها سبب بشود انشاءالله که اصلاح درش شود و کارهای بعدش ترک بکنن و از درگاه الله سبحانه و تعالی امید نشوند. برادران عزیز، خدای مهربان ما خدای بسیار مهربان داریم، همیشه دستگیری میکنن، همیشه کمک مغفرت میکنن. شاعر میفرماید که بازو هر آنچه که هستی بازو، گر کافر و گبر و بتپرستی بازو، این درگاه ما درگاه ناامیدی نیست. 100 بار اگر توبه شکستی بازو. یعنی وقتی که دچار گناه معصیت میشه از رحمتی به انتهای الله سبحانه و تعالی امید نشو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا ان الله غفور رحیم. سبحان الله. قل یا عبادی الذین آمنوا محمد برای کسانی که از بندگان من که در گناه غوطه زدن، زیادروی کردن، لا تقنطوا من رحمت، از رحمت از مغفرت خداوند ناامید نشوند. خداوند همه گناه ها میبخشد، دستگیری میکنه. رفته و ناز کشیدی، سیگارت کشیدی یا گرفتار زنا هستی، نعوذ بالله، یا که شراب، خمر، قمار، ریبا، دزدی و غری و هر کاری بد کشیدی، برمیگرد به سوی الله سبحانه و تعالی. تا زمانی که زنده هستی در توبه باز است. 1000 بار اگر توبه کردی و 1000 بار اگر عهدشکنی کردی نزد خداوند نتونستی، بازم باز بگرد به سوی الله سبحانه و تعالی. خداوند دستگیری بینم ببخشد به شرطی که تأسیسی خیلی برمیگردی بیایی. زمان توبه میکنی صادق باشی نسبت خداوند. خیلی توبه کردم اما دل هست خیلی ولی وقت هست ولی کم میگرد، یعنی که توبه فقط به زبانی خود با دلم باشه، اصید خیلی توبه کن که گناه میگه نمیکن انشاءالله. کسی را غیبت خرچی کردی، بعد گفتی جنگ دشنام دادی، حق شد خودی، مر شد خودی، باید از زندگیش باید شو کنی برمیگردی و به غیر توبه، یعنی که حربی بطلبی. الله سبحانه و تعالی دستگیری میکنه، کاری نکنه که شیطان باز دوباره بزنه اربعه برهم بکنه. خداوند در این توبه، در مغفرت برای انسان زنده تا دم مرگ باز است. در عموم تا آخر زمان، تا زمانی که افتوشین بگوید. خداوند ارحم الراحمین است. بندگان عزیز، بندگانی الله سبحانه و تعالی برمیگرد به سوی الله سبحانه و تعالی و نسبت همدیگر برادر مهربان صمیمی باشیم و همدیگر کمک دیده که
گرفتار در اون کار غلط است، گناه است، از خطاش بد نگو، بلکه برای دستش بگی در مقابل شیطان یردن نصرتش که چه که وظیفه ما شما است که پیغمبر خدا سلام برای مسلمان ما شما دادن منصور اخاک ظالم مظلوم برادر اخوای ظالم خود مظلوم شد یردنش که کمکش کنه نصرتش کرد اصلا پیغمبر خدا خیلی مظلوم باشن نه کسی که ظلم اما در حال ظالم چی چه خیلی بفهمیم خدا وقتی که گناه کنه معصیت کنه کمکش نکنه ظالم باشن مالش کنه نکنه این وظیفه ما شماست وظیفه مسلمان است. وقت تمام شد انشاءالله در آخر از الله سبحانه و تعالی تمام بکنیم الله مهربان از تمام کمبودی ما شما بزنه مهر محبت برادری دوستی ما شما را دور روز یاد بکنه از فتنه ها از گناه ها از معصیت ما شما را دور در روز و از هر کار و گفتار و اعمالی که ما را از خودش دور میکنه یا هر گفتار کردار و اعمالی که الله سبحانه و تعالی میرا نواز میکنه خفه میکنه ما شما فرزندان ما پدر ما شما محافظت بکنه و دنیا و آخرت ما شما پدران و خشت بر ما شما گذشته رحمت و شوش جنت و آخرت دعوانا الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم.